اگه موهاتون خوش شده بود که یه ذره اسپری بهش میزنید و یه ذره ماسکتون رو میمالید کف دستتون رو میمالید برید. بعد با هر چیزی مثل انتهای برس رژگونه، نمیدونم برس سایه یا مثلا از خط چشم استفاده میکنید و اینو اینجوری مرتب میپیچید داشت. اوکی. بعد میکشیدش بیرون، 30 ثانیه میکشید بیرون. این یکیش. حالا یه دونه دیگه هم انجام میدم. خیلی نباید موهاتون خیس باشه، نباید خیلی خشک باشه. دوباره میپیچیم. لازم نیست همه موهاتون این کار بکنید، برای اینکه روش خوشگل باشه این کار میکنید. فرش قشنگ‌تر.